اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از کتاب شریف اصول کافی جلد 2 صفحه 190. در زمان امام صادق علیه السلام استاندار اهواز شخصی بود به نام نجاشی، نه اون نجاشی صدر اسلام. نجاشی استاندار اهواز بوده زمان امام صادق علیه السلام. مالیاتی بسته بودن بر یکی از شیعیان، خیلی مالیات زیادی باید پرداخت میکرد از طرف دیوان نجاشی. این شخص آمد خدمت امام صادق علیه السلام و به امام صادق عرض کرد که در دیوان نجاشی، یعنی در دم و دستگاه نجاشی، مالیات سختی سنگینی بر من بستن و شما یک نامه بنویسید برای نجاشی، چون که او هم شیعه هست و مؤمن به دین شما هست، یعنی شیعه هست، تا بلکه سخت نگیره. فکتب الیه ابو عبدالله علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم سر اخاک یسرک الله. امام صادق یک نامه کوتاهی نوشتن که برادر مؤمن خودت رو شاد کن تا خدا تو رو شاد کنه. و اون شخص نامه رو از حضرت صادق علیه السلام گرفت و رفت اهواز رو تا وارد شد بر مجلس نجاشی. تا همه رفتن تنها که شد این دفعه نامه رو داد به نجاشی. نجاشی نامه رو گرفت، خواند، نامه رو بوسید و گذاشت روی چشماش. گفت خب حالا حاجت تو چیه؟ چه کار داری؟ گفتش که مالیات سخت سنگینی بر من بستن خدمتکاران شما و میخوام که سخت نگیرید. نجاشی دستور داد، کاتبش آمد و گفتش که این رو از طرف من ادا کنید، از طرف پولای شخصی خود من، و برای سال آیندهش هم همینطور. بعد بهش گفت که سررت کرد، شادت کردم؟ قال نعم جعلت فدا. گفت بله منو شاد کردی. دوباره دستور داد، گفت خب حالا 2 خدمتکار و یک خورده لباس و مرکبی هم به او بدید. دوباره گفت شادت کردم؟ هی سوال میکرد، هر چیز بهش میداد. اون گفت شادت کردم. شاد شدی؟ اون گفت آره. تا اینکه از خیلی چیزی بهش داد، تا اینکه فارغ شد بهش گفت که این فرشی که روش نامه امام رو به من دادی، این رو هم به تو میدم، به برکت این که امام به من توجهی کردن و برام نامه نوشتن. فرش رو هم داد به اون شخص و رفت. اون شیعه آمد بعد از مدتی پیش امام صادق علیه السلام و کلا برای امام صادق علیه السلام تعریف کرد که من رفتم اهواز و چی شد و این همه چیز بهم داد و واقعا من رو شاد کرد. وقتی اینها رو برای امام صادق تعریف میکرد دید که خود امام هم خوشحال شدن. گفتش که یا ابن رسول الله کأنه قد سرک، گویا او شما رو هم شاد کرده. امام صادق علیه السلام فرمودن فقال ای والله لقد سر الله و رسوله، نه تنها من بلکه خدا و رسولش رو هم شاد کرد. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج ولی عصر تعجیل بفرما. قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.